سال دومی که موندم پشت کنکور با رتبه 3000 و زیستم و 90% زده بودم، روزی 7 ساعت درس میخوندم. سال قبلش من رتبه 50000 شده بود، یعنی با روزی 7 ساعت درس خوندم. تازه فقط این من نیستم، یکی از رتبه برترهای امسال ما شایان که تو پستای قبلمونم هست داستانش، با رتبه 1000 خورده دندون پزشکی ملی بندرعباس آورده، اونم روزی 6 ساعت درس میخوند تا بهمن و اسفند، چون که تا ساعت 4 سر کار میرفت و حتی باشگاه هم میرفت. از مشاورا پنیک میکنن، میگن وای خدایا با 10 ساعت 11 ساعت میشه درس خوند، وگرنه الان این درس‌ها تو برنامه جا نمیشه. نه، حتی دانش آموز از آذر و دی هم شروع بکنه نمیتونه با روزی 10 ساعت شروع بکنه. بابا 2 ساعت پشت میز نشستن برای خودت، توی که الان مشاوریم، دانشجوی هر رشته هم باشی، خیلی وقت دیگه پشت هم دیگه درس نخونی، بشین 4 ساعت پشت هم دیگه درس بخون، ببین میتونی نمیتونی. تویی که سال کنکور روزی 10 ساعت پشت هم دیگه درس میخون، بعد یاد بگیره به درس خوندن، عادت بکنه به درس خوندن، بعدن کم کم میتونه ساعت مطالعه‌شو ببره بالا. تو باید بهش روتین درس خوندن بدی. هر شب که داری گزارشگاه چک میکنی بهش بگی این ساعت تا این ساعت بعد این درس رو میخوندی و بعدش میرفتی استراحت. روتین سازی براش بکنی که بتونی براش ساعت مطالعه بیشتری اضافه بکنی، نه اینکه از همون اول پنیک بکنی بگی نمیرسی با این ساعت مطالعه با 10-11 ساعت شروع کنی کلا از درس زدش بکنی. چیکار نمی‌کنی؟